چقدر زیرک زن است. عالی میگه قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية، پاچا وقتی که داخل میشه در یک قریه به زور و غلبه، افسدوها، فاسد میکنه، قریه را خراب میکنه، و جعلوا اعزت اهلها اذله، میگردانه اهلی که عزیز و عزتمند است، قابل قدر سور ذلیل میگردانه. چرا؟ دیگه پاچا که غالب میشه خاندان پاچای سابق گلش در جیل میندازه، یا قتل میکنه یا آواره میکنه. همون طور است یا نیست؟ همون طور است. میگه به دست خدا، یعنی شما خواهم درباری هستی، من پاچا، اگر به جنگ داخل شو خو دیگه عوام به جای نشسته است، خو ما شما داخل زندان آواره میشیم. و کذالک یفعلون، پاچا همیشه نمی کارا میکنه. خیر چی طور گپ است؟ و اینی مرسلتون الیهم، روان کننده استم به سویشان بهدیه، به یک تحفه و سوغات. چیست این تحفه و سوغات؟ مفسرین مختلف چیزا را نوشته میکنه، قرآن نوشته نکرده. بعضی مفسرین نوشته کرده که غلاما و کنیزا را آورد، باز لباسا را تغییر پوشاند. کنیزا را لباس غلاما را پوشاند، غلاما را لباس زنا را. به پیش سلیمان علیه السلام روان کرد. کسی میگه نه، طلا و نقره و زیورات برش داد. قرآن بیان نکرده، خود توفی بزرگ بوده. فناظرتون بما یرجع المرسلین، ای بیننده استیم که این قاصدای ما با چی چیز بس میگرده. آیا او پاچای توفی ما را قبول میکنه؟ در او صورت پاچاست، دنبال زر و زور میگرده، میتونیم قطعزو مقابله بکنیم. لیکن اگری توفه را نادیده گرفته، قصه توفه نشد. حتما پیغمبر است، با پیغمبر جنگیدن مناسب نیسته، چرا برنامه از او فقط تحقق عدالت است و تحقق عدالت آرزوی کلگیسته. از او خاطر نیست مناسب که ما جنگ بکنیم، خود ذلیل کنیم. از او خاطر چی میگه؟ فلما جاء سلیمان، زمانی که آمد به سلیمان علیه السلام قاصدی از او، قال تمدوننی، سلیمان علیه السلام برش گفت که آیا شما ما را کمک میکنی بمال به ما؟ فما اتانی الله، آن چیزی را که الله بر ما داده، خیرون بهتر است مما از آن چیزی که آتاکم الله بر شما داده، یعنی امکانات پادشاهی را که الله برای ما داده است شما که خیلی به درجه زیاد است. بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکه شما با سوغاتکای خودیتان خوش هستی. شما دنبالی مادیات پرستی میگردی. ما آن چیزی را که الله برای ما داده، مفسرین میگه که آن چیزی را که بریازیات داده، وسایل حکومت امرای علم و نبوت است. ام علم برای ما حاصل است، امکانات پاچایی، و ام چیست؟ ما نبوت برای ما داده شده که ما مسئولیت دعوت داریم. این برای ما بهتر است از آن چیزی که الله برای شما داده. چرا شما را تنها مادیات داده و ما را ام مادیات و ام معنویات اردور الله برای ما داده. بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکه شما به سوغاتایتان خوش هستی. ارجع الیهم، بگرد به سویشان، فلناتینهم، خامخا آمدن میکنیم به جنودین، به طور یک لشکر، لا قبل، که طاقت مقابله را نداشته باشه، لهم در مقابل لشکر نیست طاقت، لهم برای از او بها امرای همین لشکر، جنود لشکر قطعا توان مقابله را نداره. ولا نخرجنهم منها، خامخا میکشیم مردمان را از زمین منطقیشان ذلتا ذلیل، که نه مال داشته باشه، نه عزت، نه آبرو، و هم صاغرون، در حالی که یا خوب ذلیل باشه. بانی شما خط پس رسید. قال یا ایها الملأ، سلیمان علیه السلام یک دفعه توجه کرد، در درباریای خود نظر کرد، گفته درباریا ایکم یاتینی بیارشا، کدامیتان تختیشه بر ما آورده میتونه، قبل یاتونی مسلمین، پیش از اینکه خودشان تسلیم شونده به ما بیاید، قبل از اینکه وامی آید. سلیمان علیه السلام به طریق معجزه دانست که این زن بسیار هوشیار است، تسلیم میشه. از دو خاطر، به خاطری که دیگه واضح شود قوت و قدرت ما بر زن، قبل از اینکه زنی جبر است تختش پیش اینجا آورده شده باشه، که بدانه که پاچایی ما چی رقم است، در این قدر پیردارا تخت چی طوری جا آمده، از کجا شده، زوری انبیاء علیهم السلام ندیده ای تو. قال عفریت من الجن، قوی ترین از جنیات یک شخصی گفت، انا آتی که ما آوردن میکنم من تخت، قبل ان تقوم من مقامک، پیش از اینکه میخیزی از مقامت، با کدام قضا و فیصله که تو حالی نشسته استی فیصله میکنی، کار میکنی، وظیفه انجام میدی، تا که از وظیفه فارغ میشی مر حاضر میکنم شه. و اینی علیه لقوی، امینی، تو رام نترس،
که اتاق خیلی مجلل چی کلی در اونجا مرواری و یاقوت و گپادش چی شده نصب شده دیگه او را دزدی کنه یا آوردن نمیتونه او تخت خیلی کلان است افرید برش میگه قویستم دا آوردنش هیچ تکلیف برم نیست امینون خیانت هم نمیکنم همون رقم که از اینجا میارم قال الذي عنده علم من الكتاب گفتو کسی که بنزد ازو بود علم از کتاب همون کسی که بنزدش علم از کتاب است چی میگه انا آتیک به قبل یرتد الیک من آوردن میکنم همی تخت پیش از اینکه باز بگرده بسوی تو طرف که نظرید رب زدن چشم تا بعد میگرده خلاص تخت حاضر فلما رأوا مستقرا هرگاه که دید تخت که قرار داده شده یعنی نهاده شده این در پیش رویش قال گفت هذا من فضل ربی از احسان پروردگارم است لیبلونی که مرا امتحان کنه اشکرو که من شکرگزاری نعمت الله را میکنم هم اکفر یا ناسپاسی میکنم و من شکر فانما یشکر لنفسه کسی که شکرگزاری میکنه او برای شکرگزاری برای نفس خود میکنه چرا سبب ازدیاد نعمت الله میگرده و من کفر کسی که ناسپاسی میکنه فان ربی غنی کریم پروردگار ما هیچ ضرورت به کسی نداره صمد است کریم معزز است ضرورت به عزت دادن کسی نداره تخت بلقیس آل اختلاف در بین مفسرین است در بعضی روایات اسرائیلی آمده که ایره چی یک آصف ابن برخیا وزیرش بود ولی بود او گفت که ما میارم ایره به کرامت اینجا آورده از او خاطر برای چیست اولیاء کرامت ثابت است اگر بخواه که هر کار بکنه میتونه در یک رب زدن چشم هر جای رفتن میتونه اگر میگه که ما نماز خود در مکه میخوانیم میتونه از همون خاطر فتاوای شامی نوشته کرده اگر یک زن در مشرق مغرب بود و شوی در مشرق بود اونجا حامله شد اولاد آورد ما ایرا متهم به زنا نمیکنیم چرا نمیکنیم امکان داره که از همین شوهری از مشرق با طریق ولایت و کرامت آمده باشه اونجا قطع زمان بستری کرده باشه خب را باز کردی هر زانی خدا حالی چی معرفی میکنه ولی هر زانی فقه کلش قبول داره در فقه ای طور گپاسته ببینیش نه ای ولی نیست آصف ابن برخیا نیست هیچ ولی قبل از قبل به کسی گفتن نمیتونه که من ای کار میتونم چرا ای کار در اختیار الله است یا در اختیار ولی در اختیار الله است کسی که زمه میزنه سینه میزنه ای ولی نیست شیطان است ای ساحر است قطعا اولیاء پیش از پیش به کسی گفته نمیتونه ای کار کرده میتونه آگاهی نداره خبر نداره پیغمبر نمیتونه گفته تا که الله برش نگویه در اختیاره خیلی کیست که اینجا تخت حاضر شده بله تخت توسط معجزه سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام وقتی تمنا را کرد الله متعال به طریق معجزه تختی شده پیش کرد چرا به خاطری که توسط کدام شخصی شده قال الذي عنده علم من الكتاب الله برش فرمان داده که سلیمان علیه السلام تو را خوی قوت و قدرت دادن به طریق معجزه که باد روان میشه زیر فرمانت دیگه تخت حاضر میشه در زیر فرمانت هم اینجا به خاطر که اون شخصی که به نزدش علم از کتاب بود بزرگترین علم از کتاب پیشی کی میباشه پیغمبر میباشه از او خاطر به طریق معجزه تخت برای سلیمان علیه السلام حاضر شده وقتی که تخت دیده در پیش روی خود گفت که احسان کیست از او خاطر گفت که احسان کیست الله احسان کرد سر ما یعنی الله متعال سر ما فضل کرده که تخت برام حاضر کرده لیبلونی اینا که الله مرا امتحان کنه که شکرگزاری نعمت میکنم که حتی به جنی ضرورت پیدا نکردم الله اینقدر قدرت و قوت برش داده نگاه امتحان است که من شکرگزاری کنم یا ناسپاسی بعد از او قانون عمومی را بیان کرد که کسی شکر میکشه برای خود است در دربار و نظام الله نه چیزی کم میشه نه زیاد هر کس شکرگزاری میکنه برای خود میکنه چرا وعده الله است لئن شکرتم لازیدنکم اگر شکرگزاری کرده الله زیاد میکنه علم نعمت است شکرگزاریش چیست نشر شاعتش علم زیاد میشه مال شکرگزاریش مصرف در راههای خیر الله زیاد میکنه برکت میپرتدش در شکی نیست و من کفر فإن ربی غنی کریم کسی که ناسپاسی از نعمتهای الله میکنه یقینا پروردگار ما غنیون ضرورت به کسی نداره
کریم عزتمند است. قال نکرو، گفت نکرو لها عرشها، متغیر بسازه، تغییر بده عرشها، امی تختی بلقیسه، یعنی عدل بدل بیاری در امون چیزایی که نصب شدگیسته، ننظر ببینیم اتهتدی که راهیاب است، ام تکون من الذین لا یهتدون، از جمله کسانی است که راه پیدا نمیتونه، دستی درک میکنه حقیقت یعنی خیالشام نمیه. فلما جاءت قیل هکذا عرشک، هرگاه که آمد بلقیس با امرای لشکر خود برای تسلیمی پیش سلیمان علیه السلام که عقیده را قبول کنه، تختش برش نشان داد، برش گفت قیل هکذا عرشک، آیا به این قسم عرش توست؟ تعمیه میکنه سلیمان علیه السلام نگفت که عرش تو است یا نه، بلکه آیا عرش تو امی رقم است که یک کمی گل بخوره زود فهمش پیدا نشوه که عرشیم است. میگه عرش تو به مثل ازی است. قالت که انه، و هم گفت که بله به مثل ازو آری است، یعنی تو گویی که همو تخت است. و اوتینا العلم من قبلها، امی بلقیس خیلی زنیش و شار فامید است، دیستی به سلیمان علیه السلام. میگه که سلیمان علیه السلام بله قوت و قدرتی تو را قبلا ما میدانستیم، اگر توی گپا بر ما بگویی نگویی، بر ما داده شده بود علم، یعنی به نبوتی تو به وقتی که خط روان کردم از مضمون خطت معلوم کردم که تو پاچای زور و زر نیستی، پاچای زور و ظلم نیستی، از دو خاطر ما محتوا و مضمونش معلوم کردم که تو شخصی چیستی خیر خواستی. من قبل ها پیش ازی و کننا مسلمین، ما مکمل تسلیم شوینده استیم. و صدها ما کانت تعبدو، آلی سوال میکنن کسی، اگر کسی سوال کنه که یک قدر زنی هوشیار فامیده و زیرک چطور شده میتونه که یک قدر عقل داره لیکن بازم مبتلا به آفتاب پرستی است، سجده شرک میکنه، آفتاب پرستش میکنه، چرا اینطور کار میکنه؟ جواب جهالت مردم جاهل است، امی کار کرده رایسته پاچه ها همیشه همیطور است. مردم خود دیده باد از او به خاطر از اینکه خلل یا برای از اینکه نقصان پاچایش پیدا نشوه مطابق عنعنات مردم هم کار میکنه. مولاییم که در سر تخت بشینه جنده سخیره بالا میکنه به خاطر که احساسات مردم ها در مقابلش چی بالا نشوه و از تظاهرات مردم میترسه. پاچا تابع خصوصا در نظام دموکراسی، در نظام دموکراسی چیزی که مردم میخواه پاچا چیز همو چیزا میکنه. یکی از این جبری آدم معلوم شد که هر کسی در کدام ماحول محیط زندگی میکنه و ماحول محیط تاثیرات خیلی عمیقی داره، حتی سری پاچا هم داره. تو اگر ملام در اونجا بره یک روز بدعت رد میکنه، دیگر روز نمیشه، آخر سعی میکنه که خودم بدعت کده رایسته، دیگر روز باز علمبردار شرک همو میشه، نعوذ بالله مزمحل میشید. او ماحول تاثیر داره. از دو خاطر اینجا گفت که بله با وصفی که بلقیس خیلی پاچای هوشیار، خیلی زنی هوشیار بود، لیکن چون قوم همی کارا میکرد از دو خاطر متاثر از قوم شده بود، همی کارا میکرد. و صدها منع کرده بود ایره ما کانت، از آن چیزی که میکرد تعبد عبادت میکن من دون الله، از غیر الله، یعنی ایره منع کرده چیسته منع کرده بود از حق طلبی یا حق جویی. ما آن چیزی که کانت بود تعبد عبادت میکرد من دون الله، از غیر از الله، از دیگه چیزا را اینمی عمل مانع شده بود از حق جویی و حق طلبی. بس اوقات که مردم در یک کار آغشته باشه امو عملشان مانع چی میشه؟ حق طلبی میشه. چرا که عملشان بریشان خب مزین و نیک معلوم میشه. انها کانت من قوم کافرین، یقینا بلقیس بود از قوم کفار، یعنی قوم کفار بود اینطور شده بود. قیل لها ادخل السرح، برش گفته شد که داخل شده ای قصر. فلما رأته حسبته، هرگاه که دید گمان کرد لجتن که آبی عمیق است، یعنی حوض است، در حالی که سلیمان علیه السلام چی کرده بود؟ شیشه را در سر حوض، شیشه کلان دبل نصب کرده بود، از امو خاطر حوض بود. وقتی که روان شد آلی در قصر داخل شدن یا تیر شدن از امی نهر بود دیگه، در بین یک جوی واری بود. پس از امو خاطر گمان کردمی چی؟ بلقیس لجتن که آبی عمیق است. و کشفت عن ساقیها، بالا کرد، جامه برداشت، پایچه را برداشت، عن ساقیها از ساقی خود.
قال انه سرح. سلیمان علیه السلام برش بگه چی است؟ این یک قصری است ممردون که ساخته شده یا چی شده؟ شما شیشه بندی شده من قواریر از شیشه. قالت ربی انی ظلمت. بسیار زنی هوشیار بود، هر حرکت سلیمان علیه السلام دقیق تعقیب میکرد، میفهمید که مرا خطاهای مرا انگشت نما میکنه، خطاهای مرا انگشت نما میکنه. از او خاطر در اینجا اشاره به چیست؟ حالی بر و گفت انی ظلمت نفسی، ما سری نفسی خود ظلم کردیم، چرا که رای واقعی و حقیقت ترک کردیم. چی بتای چی شم آفتابی که مخلوق است را معبودی خود پنداشتیم، حالا که معبود نیست. اینجا من شیشه را چی فکر کردم؟ آب. حالا که آب نبود، شیشه بود. آب خزیر است. تو شیشه را در شیشه پایچه را بر میزنی، مردم در آب بر میزنه. در آب سجده برای او ذات میشه که آفتاب پیدا کرده، آفتاب در نظم آورده. او شما فکر میکنی که نه، آفتاب خیلی کلان مخلوق است که عالم روشنی داده، منفعتش چیست؟ زیاد به مردم رسیده. این قابل تعظیم است. قابل تعظیم الله است که آفتاب پیدا کرده. دستی فامید اتر زرنگ بود. یکی دوم برش گفت که وکشفتن ساقه ها، میور داشته پایچه های خدا که بالا کنه. سلیمان علیه السلام میگن نه، این قصری است که چیست؟ شیشه بندی شده، ضرورت بالا کردن نیست. اشاره میکنه که بله پاچایی مفت نیست. لشکرها حرکت میکنه، در نهرها میرسه، در جویا میرسه، بازن چی کنه؟ پایچای خود بر بزنه در پیش لشکری خود. تو نیستی که باید تو پاچایی بکنی. برش گفت که دیگه لیاقت پاچایی را تو نداشتی. چرا؟ در این طور موقع باز تو پایچه را بر میزنی. پایچه را بر بزنی در لشکر کدام مردم است؟ خب بعد از اون خودش فهمید، گفت اینی ظلمت نفسی. بله، هر کس که گناه میکنه سری نفس خود ظلم کرده. بعد از او گفت و اسلمت مع سلیمان، ما اسلام آوردم امرای سلیمان علیه السلام، یعنی تسلیم شدم به نظام الله. لله رب العالمین، برای پروردگاری که پروردگار چی مالک و مصلح مدبر کل مخلوقات است. بالکل ما تسلیم شدم. چه امتیازات ملکه داشت؟ در زنان بعضی زنان خیلی هوشیار زرنگ پیدا میشه، امور خوب میدانه، حتی مشوره هایشون خیلی مفید است. ملکه سبا همونطور بوده، در بین زنان همینطور زنان پیدا میشه. بس اوقات در بین زنان سیاست و نظام داری بسیار قوی می باشه. چرا؟ به خاطر که اولاد خود اداره میکنه، حکمت داری هم باز خوب میفهمه. لیکن آیا در اسلام اینطور حکمت چه حکمت میتونن؟ نه. پیغمبر علیه السلام حدیثش هست، زمانی که خبری چی مرگ پاچای فارس برش رسید، کسرا گفت دخترش در جانشینش مقرر کرد، پاچا مقرر کرد. پیغمبر علیه السلام این حدیث گفت که لا یفلح قوم ولو امرها امرأة، هرگز کامیاب نمیشه، رستگار نمیشه او قوم که سرپرستی و تسلط خود به زن بسپاره. از او خاطر سرپرستی را در زن سپردن گاهی هم قوم رستگار نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطری که در ریاست جمهوری یا در پاچایی اینطور اموری است که او شایسته چی نیست؟ زن نیست. از امو خاطر پیغمبر علیه السلام این گپ گفته بود. در مورد در بین امت این نزاع قوی است که حال پاچا شده میتونه نمیتونه، پارلمان رفته میتونه نمیتونه، قاضی شده میتونه یا نمیتونه. خلاصه سخن است کدام امر که مناسب اهلیت و وجود زن نیست در اسلام چیست؟ اونمو وظیفه برش داده نمیشه. اما کدام وظیفه که با اهلیتش تضاد نداره، مثلا رای دادن، مجلس مشوره، مجلس سنا، اینا میتونه، به خاطر که زنا مشوره داده میتونه، دیگه چی مشکل نیست. خب البته در داخل مراعات تمام حدود چی شریعت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میگه از دیدگاه شریعت خوردن نقل های ختم تراویح جواز دارد یا خیر؟ این میله بازی است، این طوری صدقه جای نیست. پیغمبر علیه السلام در زمانش صحابه تابعین اینطور صدقه نکرده که در بین خودشون چی شود؟ میگه پیسه پرتیم. کسی که طوری پیسه را میپرته این صدقه نیست، این چیست؟ میله. این چی است بگه؟ از او خاطر نخوریش. روزی ختم روزی عاجزی است، روزی دعاست که از الله متعال چیزی را طلب بکنی، نه ای که نقل پاشی شود. این دی لباس گرفتن به منکوه چطور است؟ آها بسیار خوب. تنها دی نه، هر وقت که توانت میرسه به
نامزادت خوب توفه ببر. بعضی زنها سخنان همبستری خود را در مجلس بیان میکنند، درست نیست. در حدیث پیامبر علیه السلام یکی از سخت‌ترین عذاب که پیغمبر علیه السلام در حدیث بیان کرده، از امون مردی را بیان کرده و زنی را که وا گپای راز خود همبستری خود به مردم افشا میکنه. نوشتن اشعار در صورتی که به کسی نشان ندیم، تنها نزد خود ما باشد. اگر همو کلمات ولو که پیش خودت است لیکن کلمات ناشایسته است، بدگویی است، عیب و نقصان کسی را بدگویی کرده یا در دین چیزی گپای غلط گفته، بالکل گناه است ولو که پیش خودت است. من همیشه به خاطر کارهایی که انجام دروغ میگم، زیرا مجبور هستم. اقارب ما اشخاص بی‌پروا هستند و میگن درس چی مدرسه چی که در صبح وقت از خانه بیرون میشی. اگر گپ اونا را قبول کنم بدون شک در جاهلیت به سر چیسته خواد بودم. و اگر راست بگویم نه تنها که نمیگذارن مرا به درس بلکه تحقیر هم میکنن و تنها میتونم به مادرم بگویم. بنابراین مجبورم به دروغ گفتن بار بار میشه با وجودی که هنوز خرد هستم و بسیار به خاطر دروغ های خود استغفار میطلبم. خواهر هستی اگر برادر هستی که تو را نمیگه دروغ نگو، توریه بکو. توریه او را میگه که در ظاهر و یک مطلب دیگه بگیره و تو مطلب دیگه بگو. ما چی میرم مثلا به کدام چی و به خاطر چی میمانه؟ به خاطر کورس بگو در کورس میرم. چرا بهترین کورس ترجمه قرآن کریم است. نامش نگی بگو در کورس میرم، یا امرای دوستای خود در درس میرم. اینطور بگو، گنگ برش بگو. این دروغ هم نمیشه و تو گناهگار هم نمیشه. آیا کسی که قرآن رو تلاوت میکنه و اشتباهات در تلاوت آن دارد گناهگار میشود؟ بعدی مردکه تلاش بکنه که تصحیح کنه اشتباهات خدا. اگر با وصف کوشش خود تصحیح نمیتونه، الله متعالی را نمیگیره، گناهگار نمیشه. لیکن که کوشش تصحیح نکرده باشه و همونطور غلط میخونه، باز خامخا گناهگار است. و تلاوت قبول میشه و نه؟ قبول وقتی میشه که تو کوشش کرده باشی. وقتی که کسی شراب مینوشه و شخص دیگر آگاه باشد که او بار بار شراب مینوشد و جز نصیحت و بیان حکم شراب از دیدگاه اسلام راه نداشته باشد، شخص دوم در گناه با او مشترک است یا خیر؟ در صورتی که دیگه کس مانی شده میتونه، یا پدر یا برادر یا حکومت یا یک ارگان، در او صورت خبر دادن از این سرش ضروری است. اگر نه که کسی نباشه مؤثر، خودش نصیحت کنه و همو عمل از او را بد بدانه، نفرت کنه. آیا نکاح دختر مسلمان با کسی که شراب می نوشد از دیدگاه شرعی اسلام؟ بله، اگر شراب حلال بدانه کافر است، نکاح قطعش نمیشه. اگر نه که شراب حلال نمیدانه میخوره، نکاح امرش میشه. اما این طور دختر چی طور شراب خوره خوش میکنه، بعد این طور شراب خوره خوش نکنه، چرا که او خبیث است و پیش آیت تیر کردیم که الخبیثات للخبیثین است. برای زنان نمازی در خانه جواز دارد؟ اگر جواز دارد لطفا طریقه آن را بیان کنید. اول خود کوشش کنه که امرای مسلمانان در دیدگاه بروه، چرا که سنت است که زنان برای. الحمدلله در دیدگاه ما و شما زنا کلش میه. بله، کسایی که شوهرایش نمیمانه مردایش میتونه در خانه نماز بخونه، 2 رکعت نماز بخونه. در اول الله اکبر که گفت، بعد از اینکه سبحانك اللهم را گفت، که 7 مرتبه تکبیر بگوی الله اکبر. دستای خود اگر بالام کنه پروا نداره، خوب نکنه، همینطور بسته باشه. بعد از او اعوذ بالله بسم الله سوره فاتحه یک سوره بخونه، بر رکوع سجده خود بکنه. در رکعت دوم قبل از اینکه قرائت شروع کنه 5 مرتبه تکبیر بگویه. بعد از او عمود فاتحه و سوره بخونه. این 2 رکعت نماز عید است. خب البته نماز عید تنها گذار نمیشه، با جماعت شوه. باید در خانه اگر میخوانی با جماعت بخوانی، خصوصا که مرد باشه برای زنای خود همونجا جماعت بده. آیا تکبیر گفتن الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله در عید فطر است؟ بالکل است. از شب عید فطر شروع میشه تا که در نماز رفته ای. پیغمبر علیه السلام نماز تراویح را 8 رکعت خوانده، از او زیاد نخوانده. مجموعه امرای وتر 11 رکعت شده. بس اوقات چیستا 13 خوانده که 5 رکعت وتر خوانده. در یک جامعه اسلامی شرط تعیین خلیفه چیست و توسط چه کسانی صورت گیرد؟ 7 شرط داره و توسط اهل حل و عقد تعیین میگرده. اهل حل و عقد مردمای خبره و کسایی که کارای واس کردن کارو گری و بسته کردن گری در دستشان است، یعنی مردم ورزیده و دانشمند باشه. فرق در بین حجاب و عورت چیست؟ حجاب او را میگه که پیش روی مردم تو خود پنهان میکنی. عورت او را میگه که حکم الله متعالی است، اگر چی کسی هم نباشه ولو شب تاریک هم باشه تو باید او را مراعات بکنی. آیا رضایت کنیز برای بودن با مالک شرط است؟ نه، کنیز همیشه قطع مالک می باشه بدون رضایتش.
در وضو در موقع مسح کردن خلال انگشت ها چطور است؟ بله خلال انگشت سنت است، حتی بعضی علما او را فرض میگه چون که آب برسه. کمی در رابطه بوسه نمودن دست حتی از پدر و مادر، به خاطر که بنده اشخاصی را پیشانیشان در وقت بوسه نمودن در دست تماس میگیرد. این انحنا و سجده به غیر الله شده میتواند یا خیر؟ بله بوسه کردن دست پدر، مادر و استاد، کسایی که قابل قدر است درست است، صحیح است، لیکن شرطا داره. شرط اول است که عمل دائمی خود نسازه. عمل دائمی مسلمان مصافحه است. دوم است که انحنا دایش نبیه، سر خم کردن. اگر سر خم کردن میه باز نارواست. سوم شرطش است که همون آدمی که دستش بوسه میشه اگر دستش بوسه نشوه خفه نشوه، اگر او خفه شوه به ترک بوسه کردن بالکل دستش بوسه نشوه. این سه شرط است. و کسی که انحنا میکنه پیشانی خود میمانه بالکل رکوع به غیر الله، سجده نه، رکوع به غیر الله. شما درباره موسیقی معلومات دقیق دارید؟ در رابطه با دف زدن دوران پیامبر اسلام که زده میشد معلومات؟ بله دفی بود که دو جرنگاسی و گپا نبوده، تنها تفلکا یعنی دخترکای خرد میزد و قطعی از او اشعار پرمعنا را هم میگفت. اتیناکم اتیناکم چیست فحیانا و حیاکم، این گپا را میگفت. طلع البدر علینا من ثنیة الوداع، اونو را میگفتن اینطور. حتی من از کسی شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و در این عصر می بود موسیقی را جواز میداد. دروغ میگن کسی که تهمت سر رسول الله. موسیقی خواهش نفس است، پیغمبر علیه السلام تابع خواهش نفس نیست.